مخدر، قمار که تکلیفش روشن. اما متاسفانه یه خطری که شما رو تهدید میکنه و باید بشناسیش، اعتیادهای مثبتن. اعتیاد به درس خواندن بیش از حد. شما اگر بیش از اندازه درس میخونید معتادید، فرقی با آدم هروئینی ندارید. اعتیاد به کار کردن بیش از حد، یعنی من قرار هفته 70-80 ساعت کار بکنم، به هر دلیل بهانه کوتاه مدت در یه مراحل استثنایی تزتون رو باید بگذرونید، تز دکتراتونه باید کار بکنید 6 ماه، اینجوری رو میشه فهمید. اما من تمام عمرم میخوام اومدم به این دنیا حمالی کنم. بنابراین شما کار سومش مذهبه، چسبیدن به خود خدا که ما اومدیم تو این دنیا و خدا ما رو فرستاده اینجا و بنابراین باید بریم خدا رو کمک بکنیم. خود اون از عهده کارا بر نمیاد، ما باید بریم به کمکش. تا به حال موفق نشده، دفعه ما موفقش